بسیاری از افراد از جمله خود من معتقدن که نباید تمام پولی که به دست میارن رو خرج بکنن و بایستی یک قسمت از اون پول رو پسنداز و البته سرمایه گذاری بکنن که این خیلی خوب هستش. و برخی هم معتقدن که برای اینکه در این سرمایه گذاریشون موفق باشن بایستی حتما فاینانشال ادوایزر یا همون مشاور مالی داشته باشن. و البته از این افراد وقتی که میپرسید خب اون مشاور مالی شما رو چقدر شارژ میکنه، هزینهش چقدر هستش، میگن نمیدونیم، توی اون داکیومنت ها و مدارک قید شده ولی نمیدونیم 1%، 2%، زیاد نیستش. و اینجور افراد مثلا ممکنه بیان برای اینکه 3-4 سنت در لیتر در هر بنزینشون، در هر لیتر از بنزینشون صرفه جویی بکنن، ممکنه چندین کیلومتر هم رانندگی بکنن، مثلا برن یک پمپ بنزینی که 3-4 سنت ارزونتر میده بنزین، مثلا اینا $4-5 سیو کنن. یا مثلا اعتقاد دارن که از استارباکس نباید مثلا قهوه بخری، چون اون پول رو به جای اینکه بدی استارباکس قهوه بخری، اگه تو خونه خودت قهوه درست بکنی، این $3-4 که برای اون قهوه به استارباکس میدی رو مثلا سیو کنی، پس انداز بکنی، در دراز مدت مثلا انقدر میشه. ولی جالبه که نمیدونن این مشاور مالی چقدر شارژشون میکنه. موضوع این برنامه پس این هستش که آیا ما به مشاور مالی احتیاج داریم اصلا، و اگر هم احتیاج داریم این هزینهش چجوری باید باشه. در این رابطه چند تا نکته رو بایستی که خدمتتون عرض بکنم. یکی این که به جای اینکه شما درصدی عمل بکنید، بیایید اون درصد رو به دلار تبدیل بکنید، به دلار ترجمه کنید. ببینید اون درصدی که داره اون مشاور مالی میگیره، 1%، 2%، حالا اگه خیلی خوب باشن 3%، اون اگر به دلار تبدیلش بکنیم چقدر میشه؟ حالا ممکنه یک فردی بگه خب ما که اونقدر پول نداریم، مثلا $10,000 گذاشتیم، 1% $10,000 در سال، این 1%ی که میگن AUM هستش، یعنی Asset Under Management. 1% اون $10,000 میشه $100 در سال، پولی نیستش که. حالا مثلا این پول قراره 20 سال بمونه، 30 سال بمونه، 20 تا $100 میشه $2,000، $3,000 در مثلا 20 سال، 30 سال، پولی نمیشه که. ولی نه، به همین سادگی نیستش. شما دارید در واقع وقتی که اینجوری محاسبه میکنید، اون اثر کامپاندینگی که اون سرمایه گذاری داره رو، یعنی اون سرمایه ها، اون سودها که هر سال داره روی هم جمع میشن، اون رو دارین در نظر نمیگیرید. یک ماشین حسابایی وجود داره که میتونید از اینها استفاده بکنید برای حساب کردن اینکه چقدر داره هزینه میشه برای همین مشاور مالی که بهش میگن expense ratio calculator. خب مثلا میگیم که شما با $10,000 اولیه شروع کردید و میگیم شما مثلا یک شخصی هستید که بعد از مالیات به شما حدود $50,000 براتون میمونه بعد از مالیات تیک هومتون، و از این $50,000 شما 15%ش رو در سال قرار سرمایه گذاری کنید که از اون 50,000 تا رو اگه 15%ش رو در نظر بگیریم میشه $7,500. یعنی سالانه $7,500 هم شما سرمایه گذاری میکنید. و مثلا میگیم که شما یک فرد 30 ساله هستید، قراره تا 65 سالگی که بازنشسته میشید این پول با این مشاور مالی سرمایه گذاری بشه. میایم میگیم که 35 سال اون دوره سرمایه گذاری هستش
اگر مثلا فرض کنیم بگیم شما در S&P 500 در ETF های ارزون قیمت S&P 500 مثل VOO مثل VTI دارید سرمایه گذاری میکنید از ونگارد. اینها رو اگه در نظر بگیرید میزان اون اکسپنس ریشیو خود ETF هستش مثلا 0.03%. یعنی اگر شما $1000 سرمایه گذاری بکنید 3%، ببخشید $10,000 اگه سرمایه گذاری کنید 0.03% میشه $3 در سال. حالا میگیم S&P 500 میگن به طور متوسط بین 7 تا 10% ریترن میده، بنابراین expected return رو میزنیم همون 7%. و expense ratio رو میزنیم 0.03%. خب شما اگر با این وضعیت پیش برید تا 35 سال بعد، یعنی وقتی 65 سالتون شده با expense ratio های 0.03% شما این پولتون به 1,135,000 خورده ای میرسه و تو این مدت 35 سال همش $7,800 دادید به ونگارد برای منیج کردن این ETF. حالا فرض کنیم که شما این ETF رو میخرید به صورت مرتب در طول سال. حالا بگذاریم از این که این $50,000 تیک هوم شما، حقوق شما داره هر سال مثلا بگیم 3% هم روش میره، بنابراین 7% رو بکنیم 10%. و شما با افزایش این 3% افزایش حقوقتون رو در نظر گرفتیم، این میکنه 2,000,000 و نزدیک 300,000 تا. اگر با ونگارد سرمایه گذاری بکنید این براتون میمونه و تو این مدت 35 سال $16,640 هم به ونگارد برای منیج کردن این اسست دادید. حالا بگیم که شما همین کار رو میدیدید مشاور مالی انجام بده و شما رو 1% شارژ میکنه. این 1% تبدیل میشه به اون مبلغی که قبلا بود 2,000,000 و نزدیک 300,000 تا، الان شد 1,800,000 تا، یعنی 500,000 تا، بیش از 500,000 تا شما دارید پول به مشاور مالی میدید برای اینکه همین کاری که خودتون میتونید بکنید از طریق ETF های ارزون قیمت ونگارد اون براتون انجام بده و برای این کار شما رو 500,000 در طول این 35 سال شارژ خواهد کرد. و اینجا هستش که میبینیم این مشاوران مالی بیخود نیستش که میان نرخشون رو به درصد بیان میکنن. مثلا شما وقتی میخواین قهوه بخرید، اون ستارباکس نمیاد بگه این قهوه هزینهش مثلا فرض کنید 1,000 حقوق این ماه شماست. مثلا اگر قهوه $3 شما حقوقتون $3,000، این 1,000 حقوق شماست. نه، میاد یه قیمت مشخص داره. یا مثلا مثل این میمونه که شما وقتی میرید پیش وکیل برای تنظیم وصیت‌نامه، وکیل بگه بسیار خوب، من این وصیت‌نامه رو تنظیم میکنم ولی 1% از دارایی های شما رو هر سال بابت داشتن این وصیت‌نامه با من ازتون میگیرم، شما محال قبول بکنید. بنابراین بهتر هستش که بیایید برای اینکه مشخص بشه که واقعا این چقدر هزینه داره برای شما داشتن یک مشاور مالی، تبدیلش بکنید به دلار و ببینید که هزینه واقعیش چقدر هستش. و حالا دارید با $10,000 شروع میکنید. فرض کنیم که شما یک شخصی هستید که بسیار بسیار بیشتر از این پول در میارید، با $100,000
مبلغ اولیه وارد شدید و حقوق شما به جای 50,000 تا 100,000 تاست و بعد از تکس و اون تیک هومتون و شما 15% میشه همون 15,000 تا در سال. شما 15,000 تا قادر هستید که سرمایه گذاری بکنید و اگر شما با مشاور مالی کار نکنید، همون ETF های ارزون قیمت ونگارد رو بخرید، در پایان کارتون وقتی که بازنشسته میشید بیش از 6,800,000 دلار براتون میمونه و فقط در این مدت 54,640 دلار به ونگارد دادید برای منیج کردن این سرمایه. ولی اگر بدید این کار مشاور مالی انجام بده، به جای 6,400,000 تا، حالا نمیدونم دقیقا 800,000 تا فکر کنم گفتم، 6,800,000 شما 5,235,000 تا خواهید داشت و به خاطر اینکه در این مدت به مشاور مالیتون دارید 1,640,000 دلار به عنوان اینکه این کار رو برای شما انجام بدید، چیزی که خودتون هم میتونید انجام بدید و براتون انجام بده و شما رو اینقدر شارژ میکنه. پس میبینید وقتی که این مبالغ شروع میکنه به رشد کردن، این مشاور مالی همون مبلغ 1%ش بسیار بسیار مبلغ بزرگی خواهد شد در طول یک بازه طولانی سرمایه گذاری. و البته شما میتونید اگر مشاور مالی دارید ازشون بخواین که مثلا امسال من رو چقدر شارژ کردی از اون سرمایه هایی که من سود کردم، بابت اون چقدر من رو شارژ میکنی. زنگ بزنید، مجبور هستن که پاسخگو باشن طبق قانون. به شما خواهند گفت مثلا امسال بر طبق اون رشد سرمایه شما من چقدر قراره در سال جاری شما رو شارژ بکنم. ولی وقتی که اینها میان میگن 1% چه معنی میده برای اکثر ماها؟ هیچ. 1% یک مبلغ بسیار ناچیزی هستش. به خاطر همین هم هستش که وقتی از طرف میپرسیم که شما چقدر داری برای این مشاور مالی هزینه میکنی، میگه نمیدونم، تو مدارک زده، حالا 1%، 2%، خیلی نیست. ولی وقتی که این 1%، 2% رو ما تبدیل میکنیم به دلار، اونجا میزان واقعی که چقدر این مشاور مالی داره طرف رو شارژ میکنه مشخص میشه. حالا ممکنه مثلا شما بیاین بگین که نه اینجوری نیستش که این مشاور مالی فقط یه دونه ETF انتخاب بکنه و با همون کار بکنه، این قراره برای من استاک پیکینگ انجام بده، بهترین سهام ها رو برای من بخره، کلی تجربه داره. ولی تجربه نشون داده که بله، در اون سال اول، در 1-2 سال اول که وقتی شما با این مشاور مالی کار میکنی، اونها میان اون بحث asset allocation رو با همکاری با خود شما مثلا تصمیم میگیرن چند درصدش باند باشه، اوراق قرضه باشه، چند درصدش سهام باشه. حالا اگر کارکشته باشن، دید بهتری داشته باشن، ممکنه به شما مثلا پیشنهاد بکنن یه چند درصدی هم فلزات گرانبها وارد پورتفولیوتون بکنید، مثلا طلا داشته باشید، بیت کوین داشته باشید. ولی بعد از این اختصاص این سرمایه، همین asset allocation و مشخص کردن چه سهام ها و چه ETF هایی برای شما، اینها از سالهای بعدش دیگه کلن میکننش پسیو. همین ETF هایی میخرن که شرکت های بزرگ سرمایه گذاری، ونگارد، اونم به صورت اتوماتیک از طریق یک نرم افزار داره کنترل میشه، اونها رو میخرن و در واقع کار خاصی برای شما انجام نمیدن، ولی دارن هر سال شما رو با اون 1%، 2% شارژ میکنن. و البته خود همون ETF ها هم، اونها هم اکسپنس ریشیو جداگونه خودشونو دارن. حالا اگر از اون موردایی که در مورد ونگارد گفتم
مثل VOO یا VTI استفاده کنن، اونا که خیلی پایینه، 0.03% هستش. ولی مثلا اگر یک ETF گرون قیمت تر بخرم، مثلا 0.2% باشه، خب اینها هم به اون 1% 2% اضافه میشن و یک دفعه میبینید که مثلا هزینه منیج کردن پورتفولیوی شما شد مثلا 1.5%، 2.5%. اگه که مثلا یک ETFی بخرن که اونها هم اکتیولی دارن منیج میشن، مثلا ETF های آرک خانم کتی بود که اونها هم خودشون در حد 1% فی دارن و وقتی این 1% رو با اون 1-2% مشاور جمع میکنیم که دیگه سر به فلک میکشن. البته ممکنه شما بیاین به من بگید که این مشاوران مالی که فقط وظیفه مدیریت کردن پورتفولیوی شما رو ندارن، در کنارش سرویس های دیگه هم اگر شما بخواین میتونن به شما ارائه بدن. مثلا فرض کنید برای شما بیمه از کار افتادگی بگیرن، disability insurance بگیرن، یا مثلا بیان برای شما تراست فاند درست بکنن. یعنی اگر بعد از 120 سال شما از دنیا برید، تکلیف این پورتفولیوی شما چی میشه، چجوری انتقالش بدن. حالا لزوما هم نمیتونه با فوت طرف مرتبط باشه، مثلا طرف خدایی نکرده به کما بره، اون طرف بیاد مثلا این مشاور مالی به خانواده فرد از اون پورتفولیوش مثلا در صورت نیاز به پول اون رو از طرف فرد نمایندگی داشته باشه که مثلا بیاد یک سری سرمایه ها رو بفروشه و اون خانواده فرد رو که به پول مثلا احتیاج دارن کمک بکنه با سرمایه های خود فرد. حالا تراست رو شاید در یک برنامه اومدم توضیح دادم، یکم فرق داره با وصیت نامه. یا سرویس های دیگه مثلا میتونن ارائه بدن به شما، حتی در مورد ریفایننس کردن خونتون میتونن کمکتون کنن. بنابراین میبینیم که این مشاوران مالی سرویس های مختلفی میدن و شاید بعضی بگن به همین خاطر اون 1% توجیه میشه، یا مثلا وقتی که یک کرشی در بازار ایجاد میشه، یک سری ها وحشت میکنن، پنیک سلر میشن و ممکنه بیان اون سرمایه هاشون رو بفروشن و بعداً ضرر بکنن. ولی اگر شما یک مشاور مالی خوب داشته باشید، شما رو از این کار برحذر خواهد داشت و حتی به شما توصیه خواهد کرد اگر پول اضافه دارید، الان فرصت خوبی هستش برای خریدن سرمایه هایی که انگار مثل بلک فرایدی آف خوردن. البته بعضی از خود همین منیجر ها، همین ادوایزر ها هم میان میبینید که کار تریدینگ انجام میدن. البته بایستی که شما در اون قراردادتون مشخص کرده باشید که این منیج کردنش در چه حد باشه. حالا شاید بعضی اینو مثلا به عنوان یک مزیت در داشتن مشاور مالی بدونن که در اون بازه‌ای که افراد بسیار هیجانی هستن، ایموشنال هستن و شاید قدرت درست تصمیم گیری نداشته باشن، یک مشاور مالی بیاد و بهشون کمک کنه. اما آیا واقعا باعث ببینیم همین 1% که به نظر کوچک میاد، ولی وقتی که به عدد و رقم تبدیلش میکنیم، به دلار تبدیلش میکنیم، رقم بسیار بسیار بزرگی میشه، واقعا ارزش این رو داره که شما یک مشاور مالی رو داشته باشید، برای اینکه خودتون این دیسیپلین رو ندارید که وقتی که بازار دچار کرش میشه، دچار رکود میشه، حتی وارد بر مارکت میشه، یعنی بازار شروع به ریزش میکنه، شما این کنترل رو بر خودت داشته باشی که سرمایه هاتو نفروشی و برعکس اگر این دانش مالی رو داشته باشی که این اتفاقات در بازار میفته، این پول بک ها ایجاد میشه، حتی ممکنه
یک کرش جدی ایجاد بشه ولی بعداً اقتصاد ریکاوری میکنه و البته بدونی که چه سرمایه هایی خوب هستن و هر سرمایه هر سهامی رو نخری، مجبور اگر شما این دیسیپلین رو نداشته باشی خودتو مجبور بکنی که مثلا اون فی سنگین رو پرداخت بکنی، هزینه سنگین داشتن مشاور مالی رو پرداخت بکنیم. ولی خب همونطور که می‌بینیم ممکنه یک مزیت‌هایی داشتن یک مشاور مالی برای ما داشته باشه، ولی سوالی که بایستی پرسید این هستش که آیا اون 1% 2% اون اکسپنس فی توجیه کننده این هستش که شما بخواید سال 1% از اون سودی که داره رو سرمایه‌تون میاد رو به این مشاور مالی اختصاص بدید. مثلا میتونید شما به جای اینکه یک مشاور مالی رو کلا برای خودتون استخدام بکنید که شاید مثلا همونطور که گفتم از سال دوم سوم دیگه به اون صورت کاری رو پرونده شما انجام نده، کاری رو پورتفولیوی شما انجام نده، همه چیز رو اتوماتیک بکنه، شما پول میفرستید اون از طرف شما سرمایه گذاری میکنه و اون هم به صورت اتوماتیک کامپیوتری. شما میتونید یک استندالون مشاور مالی که استندالون باشه، یعنی فقط یک باره میرید پیشش، مثلا مثل همین وکیل میخواید مثلا وصیت‌نامه تنظیم بکنید، یه بار میرید پیشش، پورتفولیوتون رو بهش نشون میدید، هزینه‌ش هم میپرسید آیا به صورت ساعتی حساب میکنه مثل وکیلا، آیا هر مشاور مالی مثلا بخواد برای شما asset allocation انجام بده، یک فلت فی داره مثلا $2000 از شما میگیره، پورتفولیوی شما رو نگاه میکنه، در مورد asset allocation به کامنت کامنت میده و یا حتی در بحث تراست میتونه شما رو کمک بکنه، در بحث ریفایننس کردن خونتون میتونه شما رو همه رو توی یک پکیج میاره و هزینهش هم مشخص هستش. ولی اینجوری نیستش که 1% از سود سرمایه شما رو هر سال بخواد ازتون بگیره و معمولا هم شما نیاز به مشاور مالی در زمانهای خاص پیدا میکنید، درست مثل خونه خریدن هستش که شما زمانی میرید ریلتور پیدا میکنید، همون حالا اگر فروشنده باشید سلر ایجنت، اگر خریدار باشید بایر ایجنت پیدا میکنید که یا میخواید خونه بخرید یا میخواید بفروشید. حالا خریدارها که فی به صورت مستقیم به اون ریلتور نمیدن، ولی اگر فروشنده باشید شما زمانی به ریلتور احتیاج دارید که بخواید یک معامله انجام بدید و یک خونه رو بفروشید، ولی به صورت دائمی شما یک ریلتور رو استخدام نمی کنید. در مورد مشاور مالی هم همینطور هستش، شما میتونید هر زمان که نیاز داشتید به این مشاور مالی و زمانهای خاصی که به شما به مشاور مالی احتیاج پیدا میکنید، مثل زمانی هستش که مثلا یک ارثی به شما رسیده، حالا میخواید با این ارث مثلا بگیم $100,000 به شما رسیده، میخواید سرمایه گذاری بکنید، اونجا نیازی نیستش که برید به مشاور و بگید از این $100,000 که من قرار با شما سرمایه گذاری کنم هر سال 1% رو بردار. نه، شما میرید برای یک standalone financial advisor، همون مشاور مالی که یک باره میرید پیشش، میگید آقا برای من مشخص کن که در چه سرمایه هایی سرمایه گذاری بکنم، هدفم چی هستش، میزان ریسکم چقدر هستش و برای شما تعیین میکنه و بعد شما میایید خودتون اون پورتفولیوتون رو منیج میکنید و وقتی هم که میبینید حالا ممکنه الان مثل کرشی که آقای ترامپ یه جورایی ایجاد کرد در بازار بورس، یک بازه های اینجوری میشه، بازار دچار تلاطم میشه، شما باز میتونید برید به یک مشاور مالی بگی آقا من این سرمایه ها رو دارم، چه کار باید بکنم، کدومو بفروشم کدومو بخرم، که در اون موارد اگر مشاور مالی خوبی باشه به شما خواهد گفتش که نیازی نیست کاری بکنید، چیزی رو بفروشید. اتفاقا اگر
پول جای پسنداز دارید و نمیخواینش، از این فرصت استفاده کنید و سرمایه بیشتری بخرید. یا مثلا یک لایف ایونت خاصی پیش بیاد، مثلا یک خدای نکرده طلاقی برای یک فردی پیش بیاد، در اون شرایط اگر اون کیس پیچیده‌ای باشه شما نیاز شاید خواهید داشت که به یک مشاور مالی مراجعه کنید. یا مثلا در بحث مالیات اگر یک مورد پیچیده مالیاتی پیش بیاد، در این مورد هم میتونید مثلا به مشاور مالی مراجعه کنید، ولی مبلغش فیکس فلت فی یا ساعتی. مثلا فرض کنید طرف من قرار 5 ساعت رو پورتفولیوی شما کار کنم، ارزیابی کنم، ساعتی مثلا من $1000 میگیرم، اون $5000 میدید، ولی مطمئنید دیگه سال بعد این طرحی که برای شما کرده سال بعد هم جواب میده، 2 سال بعد هم جواب میده و سالهای بعد نیازی نیستش که به این فرد باز دوباره بیاید و 1% از سود پورتفولیوتون رو بهش بدید به عنوان asset under management یا همون AUM. البته بسیاری از این مشاوران مالی اونچنان که ادعا میکنن و اون این هستش که قصد دارن مارکت رو بیت بکنن، یعنی از اون سود 7 الی 10% S&P 500 به عنوان مثال به شما سود بیشتری برسونن، ولی در حقیقت همونطور که گفتم اینها میان و پورتفولیویی که برای شما میچینن بسیار ساده خواهد بود. از همون ETF هایی که خود شما هم میتونید بخرید از اونها استفاده میکنن که در سالهای بعدش، حالا ممکنه سال اول دومش اینجوری نباشه، برای شما asset allocation انجام بدن، ولی از سالهای بعدش دیگه همه چیز رو در پورتفولیوی شما اتوماتیک کردن. همه اون ETF هایی که توسط نرم افزار داره مدیریت میشه رو برای شما میخرن و خودشون دیگه میرن پی و سراغ مشتری های جدیدتر. البته اگر شما مثلا با یک مشاور مالی مثل ری دالیو کار بکنید، اینها میتونن مارکت رو بیت بکنن. مثلا فرض کنید یک مشاور مالی باشه که یک سابقه بسیار خوبی در وال استریت داره و اگر بتونید با یه همچین کسانی کار بکنید، ولی مشکل این هستش که چنین افرادی مثلا با فردی که زیر 2 میلیون سرمایه داره اصلا کار نمیکنن و برای کار کردن با یه همچین مشاوران مالی شما بایستی که مبلغ بسیار زیادی رو برای سرمایه گذاری ببرین به این افراد بدین. و البته برخی از مشاوران مالی هم که میان مثلا یک پورتفولیوی ساده برای شما نمیچینن، میان کلی سهام و ETF و اینها رو میخرن، باند میخرن، اسست های مختلف، و البته اگر اون رو به خود شما تحویل بدن شما محال هستش که قادر باشید که این پورتفولیو رو بچرخونید و به همین خاطر شما رو یه جورایی مجبور میکنن که با اونها بمونید، چون اگر بخوان یه همچین پورتفولیویی رو به شما تحویل بدن شما اصلا با دیدن تعداد زیادی از ETF و سهام وحشت خواهید کرد و هرگز قادر نخواهید بود که یه همچین پورتفولیویی رو مدیریت بکنید. و حالا این دلیل نمیشه که شما بخواید با یه همچین مشاور مالی بمونید، ولی خب بعضی وقتا مشکل همین هستش که اگر شما بخواید این همکاریتون رو با این مشاور مالی تموم بکنید لازم هستش که اون سرمایه ها رو بفروشید و بعضی وقتا این مشاوران مالی مثلا میان سرمایه گذاری برای شما میکنن و اون در واقع حسابی که برای بازنشستگی هست اون رو ماکسیموم میکنن، بعد مثلا اون حسابی که تکس فری هست اون هم ماکسیموم ممکنه بکنن و بعد برن مثلا سراغ حساب هایی که تکسیبل هستن که اگر شما اونجا مثلا سرمایه هاتون رو بفروشید بخواید با این فرد همکاریتون رو قطع بکنید
لازم باشه که بسیار مالیات پرداخت کنید، مالیات سنگینی پرداخت کنید و به همین خاطر همه اینها دلیل میشه که شما با این فرد بمونید و 1% هم سالی بهشون سود بدید. ولی اگر پورتفولیوی پیچیده‌ای برای شما ایجاد نکردن یا خیلی پیچیده نیست و شما خودتون هم به خاطر این وحشتی که از این دارید که خودتون در این حد نمی‌بینید که قادر باشید یه همچین پورتفولیویی رو منیج بکنید، نیازی به ترسیدن نداره. شما میتونید برای اینکه اون 1% رو هر سال به این فرد ندید، پورتفولیوتون رو تحویل بگیرید، همه اسید هاشو بفروشید به شرط اینکه مجبور نباشید مالیات بدید و یا حتی اگر مالیات هم بدید، اگر خودتون رو در هر مرحله از این داستان نجات بدید، برد کردید و مثلا بیاین یک ETF های ونگارد مثلا داره با عنوان ونگارد تارگت ریتایرمنت، یعنی مثلا شما مشخص میکنید در چه سالی قرار بازنشسته بشید. مثلا الان ونگارد تارگت ریتایرمنت 2065 رو من دارم نگاه میکنم، یعنی برای 40 سال دیگه یک فردی که مثلا 25 سالشه میتونه یک ETF رو بخره. این تمام یک پورتفولیوه، حالا از باند توش هستش، از سهام هستش، سهام های اینترنشنال رو داره، همه اینها رو داره و دیگه نیازی نیست شما یک پورتفولیوی عجیب و پیچیده رو برای خودتون درست بکنید و اون بخواید مدیریتش کنید. هر وقت قصد سرمایه گذاری داشته باشید میتونید در یه همچین ETFی بخرید و برای بازنشستگیتون کنار بگذارید و ونگارد تمام اون مدیریت یک پورتفولیوی حالا تقریبا دایورس ولی نه پیچیده رو بر عهده میگیره و به این ترتیب شما از اینکه بخواید با یک مشاور مالی بمونید و هزینه سرسام‌آور رو هر سال بخواید پرداخت بکنید نجات پیدا خواهید کرد. و در آخر هم لازم هستش اشاره بکنم که اگر هم شما مشاور مالی ندارید و احساس بکنید که برای سرمایه گذاری حتما به یک مشاور مالی نیاز دارید، بهتر هستش که یکم قبلش به دانش مالی خودتون بیافزایید، شروع بکنید با یک مبلغ کم سرمایه گذاری کردن. حالا من لزوما کانال خودم پیشنهاد نمی کنم، در یوتیوب کلی مطلب هستش در مورد نحوه سرمایه گذاری درست، چطور شروع بکنیم، تمام این موارد اولیه رو به شما آموزش میدن. یکم به دانش مالی خودتون اضافه بکنید و بعدش خواهید دید که خودتون هم قادر هستید کاری که اون مشاور مالی برای شما انجام میده و برای شاید صدها مشتری دیگه ای که داره انجام میده بسیار ساده هستش و هر فردی قادر خواهد بود که به نظر من پورتفولیوی خودش رو بچرخونه و مدیریت کنه، به شرط اینکه زیاد پیچیده‌اش نکنه، بر احساسات خودش در زمانهایی که بازار دچار تلاطم میشه بتونه غلبه بکنه و لانگ ترم فکر بکنه و تبدیل به دی تریدر نشه. بیشتر از این ویدیو رو طولانی نمی کنم. در این ویدیو هدفم این نبود که بگم مشاوران مالی آدم‌های بدی هستن، آدم‌های خبیثی هستن، طمع دارن به مال مردم و اینها. فقط خواستم در مورد این هزینه‌های مخفی که میتونه سرمایه گذاری با یک مشاور مالی داشته باشه صحبت کردیم، ولی داشتن یک مشاور مالی رو به شرط اینکه اون فی که میگیره یا فلت باشه یا بر اساس ساعتی باشه و نه بر اساس یک درصدی از پورتفولیوتون، این موارد رو بحث کردیم و امیدوارم که مفید بوده باشه. با دانش مالی همراه باشید.